أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چشد هر نفس آخر شربتی مرگ، زی هر نخل بریزد عاقبت برگ. برادران عزیز، این لحظه این برادری عزیز ما در سین 34 سالگی این دنیای فانی را ترک گفته به سوی پروردگار بازگشت کرده است. انا لله و انا الیه راجعون. همه ما و شما در این دنیا برای عبادت و بندگی پروردگار آمدیم و خلق شده ایم و همه آخر از این دنیا به سوی پروردگار بازگشت داریم. چرنگه که این لحظه این برادر عزیزمون دنیا را ترک گفته و به سوی پروردگار بازگشت کرده است، هر یک کدام ما و شما یک روز این حالت به بالامون می آید. یعنی که این لحظه ها وقتی که ما در محفل های جنازه جمع آمدیم، باید که مرگ خودمون به یاد بیاریم، باید که ما از حالت آخرت خودمون فکر کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش می فرمایند که کفا بالموت واعظا، انمی تابوت و انمی مرگ برادر برای هر یک کدام ما و شما واعظ است، برای هر یک کدام ما و شما پند دهنده است که ای انسان، ای جوان، به جوانیت مغرور نشو، ای دارنده به دارندگیت مغرور نشو، ای ثروتمند و سردار به سرداری و ثروتمندیت مغرور نشو که آخر یک روز عزرائیل قامتی ترا میشکنه، یک روز عزرائیل حیاتی ترا تلخ میگردانه، یک روز عزرائیل زنی ترا بیوه میکنه و فرزند یتیم میگردانه و این دنیا برای تو تنگ و تاریک میشه و از این دنیا به نزد پروردگار میروی. یعنی که ما و شما برادرای عزیز بزرگوار باید که از این لحظه ها درسی خوبی بگیریم، عبرتی خوبی بگیریم، ما خودمون هوشیار و بیدار کنیم که یک روز همین حالت به بالای ما را میآید. چرنگه که حضرت مولوی گفتن مرگ خود را یاد آر و گریه‌ای بسیار کن، میروی روز به خاک و توشه تیار کن. مردن خطه به یاد بیار، مرگ خطه به یاد بیار و برای مرگ خود تیارگی ببین. ما و شما دنیا برای دنیا جمع کردن و دنیا آباد کردن نامدیم، در این دنیا برای آخرت آباد کردن آمدیم، در این دنیا برای عبادت و بندگی الله آمدگی هستیم. وقتی که ما برای عبادت و بندگی آمده باشیم، حرکت کنیم که نسبت به دنیا آخرت من زیادتر آباد کنیم. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. توشه جمع کنه، خداوند میگه که دستی خالی از دنیا نروی، بهترین توشه برای شما تقوا هست. روز حضرت علی رضی الله تعالی عنه همراهی اهل اصحاب نشسته بودن، بسیار یک آهی سری سخت کشید. پرسیدن رفیقا، گفتن ای حضرت چی آهی سر کشیده شما؟ حضرت گفت که از پیش از سفری دور و دراز دارم، گفت او سفر تنها هستم، توشه راهم کم است، من میترسم که به این توشه کم به منزلم رسیده نمیتونم. یعنی هر یک کدام ما و شما این سفری دور و دراز از پیش داریم. جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه بعد از مردنش انسان 50 منزل میگذره، هر یک منزلش 1000 ساله را هست. یعنی 50,000 سالی پرمشقت ما از پیش داریم. باید که برای او تیارگی را ببینیم، باید که ما و شما همه وقت همیشه بیدار باشیم و هوشیار باشیم. لحظه های عمرت از ذکر یاد خدا بگذرانیم که آخر ببینه که حال چی است. نبندد دل به دنیا هر کی مرد است، که دنیا جملگی اندوه و درد است. به گورستان گذر کن تا ببینی که دنیا با عزیزانت چی کرده است. اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا به این دم زنده می بود. اگر دنیا به کس می کرد وفایی، نمی کرد از آن حضرت جدایی. زنم فریاد گویم تا قیامت، کجایی یا محمد یا محمد.
اگر دنیا با کسی وفا میکرد به جناب رسول الله وفا میکرد. اگر دنیا با کسی پاینده میموند به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پاینده میموند. محمد که نامش بر افلاک بود که آخری جایش تگی خاک شد. جناب رسول در بالای عرش لا اله الا الله محمد رسول الله نوشتگی بود، اما آخر جاش جا رفتگی خاک رفت. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در خاک ماندن، حضرت فاطمه گریان با بالای قبر جناب رسول الله را آمدن، گفتن ای بلال، ای صحابه های پیغمبر، شما را چی رنگ دل توشید که پدر من در زیر خاک مانده؟ شما را چی رنگ دل توشید که در بالای پدر من خاک بار کرده؟ میگه حضرت بلال گو که ای فاطمه، گو ای جانم فدای شما باد، این قضا و امر پروردگار بود، برای ما دیگر یگان علاج نبود. اگر ما میتونستیم تا آخر دنیا تار تار سر پدر بزرگوار شما را میگرداندیم، اما چی علاج؟ خداوند در قرآن گفت که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. ای انسان، من ترا از خاک خلق کردم، آخر به خاک میری و یک بار دیگر پس از مردن زنده میشه و در نزد من جواب گفته میشه. یعنی برادرای عزیز، بعد از مرگ ما و شما جواب داریم. یکمین جوابمون در قبر است. در قبر ما را از سه چیز میپرسن، جواب شد تیار که انسان که جواب سخت داری. یکمین چیز میپرسند من ربک، خدای تو کی است؟ اگر عبادت بندگی کرده باشی در قبر میگو ربی الله، ربی من الله های. اگر عبادت بندگی نکرده باشی میگوی لا ادری، نمیدانم. دویم چیزی میپرسن ما دینو که در کدام دین بودی، کدام دین اطاعت میکردی؟ اگر اطاعت کرده باشی دین اسلام میگوی دینی الاسلام. و سوم چیزی میپرسن من نبیو که پیغمبرت کی بود، سنتی کدام پیغمبر اطاعت میکردی و پیروی میکردی؟ اگر سنت جناب رسول الله پیروی کرده باشی میگوی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم. یعنی که هر یک کدام ما و شما، یکمش که جواب قبر داریم، دویمش که جواب روز آخرت، جواب نزد پروردگار داریم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در یک حدیث مبارکش میگه تمام شخصیت خداوند در روز قیامت از 4 چیز میپرسه. نیست یگان انسانی که 4 سوال جواب نگفته ای صحرای قیامت خلاصه. چی اینها؟ یکمش عن عمره فیما یفنا، خداوند میگه لحظه های عمرت در چیکار گذراندی؟ ای برادری عزیز، لحظه عمر ما و شما در چیکار گذشته ساده تا اینکه در قیامت جواب گفته بتونیم. و دویمش و عن شبابه فیما یبلا، لحظه های جوانی تا در چیکار گذراندی؟ و سومش علمی که داشتی با علم چی عمل کردی؟ و چهارمش مالت از کجا به دست آوردی و مالت در کجا صرف کردی؟ یعنی سوال ها را ما و شما از پیش داریم، باید که حرکت داشته باشیم که جوابشون تیار کنیم و همه وقت همیشه در ذکر یاد خدا باشیم تا اینکه در دنیا از جمله غافل ها نباشیم. غافل مباش بنده که عمرت دوباره نیست، ذکر خدا بگو که از مرگ چاره نیست، در راه حق بکوش که فرصت غنیمت است، زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست. آنها که کهن بودند آنها که نوند، چون از پی همدیگر آیند و روند، این ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم باز آیند و روند. یعنی در دنیا هیچ جگان شخصی باقی نمیمانه. یک روز دیگر ما و شما همه از این دنیا سفر داریم به سوی پروردگار. حرکت داشته باشیم که وقتی که نزد پروردگار میریم پاکیزه و خالی از گناه باشیم. تو پاک آمدی بر حذر باش پاک، که ناپاک رفتن ننگ است به خاک. در دنیا حرکت که پاکیزه زندگی که و از دنیا پاکیزه بره. چو باید که همه در دل خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. اکنون وقت از زیاد نمیگیریم، حضرت هم اومدن. برادرای عزیز، بالای هر شخصیت دو حق هست. یکمش حق الله، حق پروردگار که خداوند غفور و رحیم است. امید داریم که پروردگار به سببش دعای شما جمعیت گناه و کمبودی های برادرمون ببخشه. و دوم حقش حق بنده های خدا، بچه هایی که قطعش همکاری داشته، شریک رفیقشون بوده، اگر ای کدمه شما چیزی گرفته باشه، یعنی با شاهد قطعی بیاره انشاءالله وارثاش که حاجی رحیم و دیگرها هستن، مقصد حقشون میگردونن.
یا اینکه در دوام همکاری تو کدوم شما را خفه کرده باشه، آزار داده باشه، یا اینکه غیبت کرده باشه، ببخشید خداوند بخشنده ها را دوست می‌داره. جمعیت دعا کنیم پروردگارا بارلا سفر این برادر عزیز ما را به خیر بگردان. پروردگارا زبانش را برای جواب منکر و نکیر گویا بگردان. پروردگارا بارلا فرزنداش حفظ امان خود دیگر نگه بدار. پروردگارا برای اهل بیتش صبر جمیل اجر جزیل عطا بفرما. پروردگار این جمعیت اون ثوابی که جناب رسول الله گفتن قرات براشون نصیب بگردان. خداوند خاتمه همه ما را به خیر بگردان. اکدام لحب الله پیش بیازد